با نام و یاد خدای مهربان. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. در خدمت شما هستم با درس ایزوتوپ ها. دوستان، در یکی از ویدیوها خدمت شما عرض کردم که برای اولین بار اتم رو دانشمندان ذره فکر میکردن و میگفتن که کوچکترین ذره یک عنصر خاصیت همان عنصر رو داشته باشد به نام اتم یاد می شود و یک ذره غیر قابل تجزیه است. این نظر دانشمندان قبلی بود، ولی این روزه این نظر درست نیست. اتم ذره نه، بلکه یک سیستم است که از اجزای کوچکتر ساخته شده است. مثلا هسته داریم که در او پروتون، نیوترون و ده ها نوع ذره دیگه در داخل هسته وجود دارد. شاید بیشتر از 700 ذره در داخل هسته وجود داشته باشه که هم دارد. بعد مثلا شما اینجا دوستان عزیز میبینید که اتم هلیوم در نظر گرفته شده. هلیوم یک عنصری است که در پریود اول و گروه هشتم جدول دورانی عناصر موقعیت دارد. در هسته خود 2 پروتون دارد، 2 نیوترون دارد و در مدارش هم 2 دانه الکترون. دوستان، هلیوم رو به این شکل هلیوم 4 نشان میدن. 2 که به رنگ سرخ در سمت چپ هلیوم نوشته شده است نمبر اتمی یا عدد اتمی است. 4 که در بالا نوشته است نمبر کتلبی یا وزن اتمی است و 2 که در سمت راست پایین نوشته است عدد نیوترونی است. دوستان عزیز، تعداد پروتون ها را در هسته اتم به زید نشان میده، تعداد نیوترون ها را در هسته اتم به n نشان میده و مجموع پروتون و نیوترونی که در هسته وجود دارد به A نشان میده و A عبارت است نمبر کتلبی یا وزن اتمی عناصر هست. دوستان عزیز، الکترون یک ذره کوچکی هست. کتله الکترون 9.1 ذره در 10⁻³ کیلوگرم هست. الکترون چارجش منفی است که الکترون چارج الکترون منفی 1.6 ضرب 10⁻19 کلم چارج است. کتله پروتون مساوی است با MEP مساوی است به 1.673 ضرب 10⁻24 کیلوگرم است. چارج پروتون از لحاظ اندازه مساوی با چارج الکترون، ولی تفاوتش که اینجا وجود داره، اینجا چارج پروتون مثبته که پی مساوی است با مثبت 1.6 ضرب 10⁻19 کلم چارج است. کتله نیوترون 1.674 ضرب 10⁻24 کیلوگرم است. شما ببینید کتله پروتون نیوترون تقریبا با هم مساوی است. در خانه سوم بعد از اشار با هم تفاوت دارد که در کتله پروتون خانه سوم بعد از اشار 3 هست. اینجا در کتله نیوترون خانه سوم بعد از اشاریه 4 هست. دوستان، نیوترون چارج برقی ندارد، یعنی QN مساوی است با 0 کولمب. و بعد دوستان کتله پروتون بزرگ است، خیلی هم بزرگتر است از کتله الکترون. محاسبه نشان میده که MEP یا کتله پروتون مساوی است با 836 چند کتله الکترون. ما اگر MEP بر MEE بنویسیم مساوی میشه، بعد MEP رو بالا داریم، MEE هم داریم و محاسبه کنیم 836 میشه که در بعضی از کتاب‌ها 840 هم میگیره، بعضی جاها شاید 2000 چند میگیره، ولی دقیقش کتله پروتون 1836 مرتبه بزرگتر است از کتله الکترون. دوستان عزیز، واحد کتله الکترون یا پروتون یا نیوترون ظاهرا بالا نوشتم کیلوگرم. کیلوگرم یک واحد بسیار بزرگ است که در ابعاد ذرات کوچکتر از اتم خیلی همخوانی نداره. به این خاطر است که برای کتله الکترون یا پروتون یا نیوترون از واحد دیگری به نام AMU یعنی واحد کتله اتمی اتمیک مس یونیت واحد کتله اتمی استفاده می‌کنند و یک AMU مساوی است به 1.66 در 10⁻24 کیلوگرم. دوستان عزیز، اگر ما به جای اگر کیلوگرم AMU وضع کنیم، در واقع کتله الکترون تقریبا 0 AMU میشه. 0 هم خیلی کوچیک است، 0.054 میره مکسری چیزاست که تقریبا 0 AMU میگیره. کتله پروتون تقریبا 1 AMU هست و کتله نیوترون هم تقریبا 1 AMU هست.
واحد کتله اتمی AMU هست دوستان عزیز. بعد حالا میپردازیم به بحث ایزوتوپ. دوستان عزیز، ایزوتوپ چیست؟ ایزوتوپ در واقع اتم های عین عناصر هستند که از لحاظ تعداد پروتون ها با هم برابرند، ولی از لحاظ تعداد نیوترون ها با هم مختلف هستند. دوستان عزیز، چند تا نظریه جان دالتون درباره اتم داد. یک از نظراش این بود که اتم های این عناصر با هم یکسان و با عناصر دیگر متفاوت هستند. وقتی که بحث ایزوتوپ پیش آمد دیدم که نظریه جان دالتون اشتباهه، در حالی که اتم های عین عناصر وجود داره که از لحاظ تعداد پروتون ها با هم یکسان هستن، ولی از لحاظ تعداد نیوترون ها با هم مختلفن. این عناصر با هم به نام ایزوتوپ های همین عنصریات میشه. مثلا شما نگاه کنید در این شکل در سمت چپ یک اتم است. برای اتم هیدروژن در هستش یک پروتون هست، در مدار یک الکترون. هیدروژن یا H11 هیدروژنی معمولی، نامش است پروتیوم. بعد سمت راست اگر شما مشاهده کنین هیدروژن H21 هست. نگاه کنین که در هسته یک پروتون داره یک نیوترون داره، با قبلی از لحاظ پروتون برابره ولی نیوترون یکی اضافه داره، اما در مدار یک الکترون داره. اینی را به نام دیتریوم یاد میکنه و سمبولش است H21. سمت راست شما ببینین همون هیدروژن هست، اما با این تفاوت که در هسته یک پروتون دارد و دو تا نیوترون، در مدار همون یک الکترون است. اینمی عنصر جدید همون هیدروژن هست، فقط یک از ایزوتوپ های هیدروژن هست. پس هر سه تا عنصر هیدروژن است، از لحاظ تعداد پروتون با هم یکسان است، ولی از لحاظ تعداد نیوترون با هم فرق داره. در ایزوتوپ اولی هیدروژن معمولی یا پروتیوم نیوترون وجود نداره. در ایزوتوپ دومی H21 یا دیتریوم یک نیوترون وجود داره و در ایزوتوپ سومی تریتیوم دو تا نیوترون وجود داره. دوستان عزیز، هیدروژن معمولی رو به H11 نشان میده، نامش از هیدروژن معمولی. و بعد خدمت شما عرض کنم که به نام پروتیون یاد میشه. H21 یک از ایزوتوپ های هیدروژن است، به نام دیتریوم یاد میشه و ایزوتوپ سومی هم اینجا H31 هست، به نام تریتیوم یاد میشه. دوستان عزیز، از لحاظ موجودیت همین هیدروژن در طبیعت بیشترین هیدروژن ایزوتوپ H11 نشان میده. 99.985% کل هیدروژن های موجود در دنیای عالم را ایزوتوپ H11 نشان میده. و بعد از اون دوستان عزیز به اندازه 0.015 هزارم فیصد هیدروژن های کل عالم را هیدروژن تریتیوم تشکیل میده. و بعد در طبیعت ایزوتوپ سومی تریتیوم بسیار ناچیزه، یعنی در برابر هر 10 به توان 8 هیدروژن معمولی H11 تنها یک اتم ایزوتوپ H31 وجود داره. پس بنابراین دوستان عزیز، ایزوتوپ دومی که H21 دیتریوم بسیار مهم است. در واقع آب سنگین شما نامش شنیدین، آب سنگین و آب میگه که در واقع به جای هیدروژن معمولی همین ایزوتوپ هیدروژن H21 در او شامل هست و آب سنگین در برابر حرارت مقاومت داره و زود تبخیر نمیشه، به همین خاطر در ریاکتورهای هسته‌ای ازش استفاده میشه. دوستای عزیز، بعد خدمت شما عرض کنم که در آبهای عادی وجود داره و باید این آبی که دیتریوم دار باشد یا آب سنگین باید از آبهای معمولی باید جدا سازی کنن که این کار رو هم انجام میده. چند کشور محدود هستن که به این صنعت دسترسی دارن. دوستان عزیز، بعد ایزوتوپ دیگری که شما مشاهده میکنید کربن 12.6 هست، کربن 13.6 هست، کربن 14.6 هست. کربن 14.6 پروتون داره 6 نیوترون، کربن 13.6 پروتون دارد 7 نیوترون و کربن 14.6 در واقع 6 پروتون دارد و 8 نیوترون. هر سه تا عین عنصرن، ایزوتوپ هم دیگرن، از لحاظ پروتون با هم برابرن، از لحاظ تعداد نیوترون با هم متفاوت هستند. دوستان عزیز،
98.9% کربن‌های موجود در عالم کربنی 12.6 تشکیل میده. 1.1% یا کمتر از 1.1% کربن 13.6 تشکیل میده کل های کربن‌های موجود در طبیعت. و بعد کربن 12.6 دوستان عزیز یاد شما باشه که به صورت آزاد در طبیعت وجود ندارد، بلکه به شکل مصنوعی در لابراتوارها توسط دانشمندان فیزیک و کیمیا ساخته میشه. این ایزوتوپ هم فوق العاده در فیزیک و کیمیا رول اساسی داره و توسط ازی تحقیق میشه روی مثلا موجوداتی که در سالهای فوق العاده قبل زندگی کردن. توسط همین ایزوتوپ‌های کربن میتونن که عمر از این موجودات را تعیین کنه. مثلا یک فسیل چند هزار سال قبل زندگی کرده یک انسان، بالاخره با از همین چیزا نصف سال او را تشخیص میدن دوستان. بعد یک از ایزوتوپ‌های دیگه خیلی معروف هستن دوستان عزیز، یورانیم است. یورانیم 2 تا ایزوتوپ داره. یورانیم 235 هست و یورانیم 238 هست دوستان عزیز. هر دو تای از اینا به شکل آزاد وجود نداره در طبیعت، به شکل ترکیبی هستن دوستان عزیز. یورانیم 235 در واقع تعداد پروتون‌هاش 92 هست. بعد ایش هست 235 و بعد تعداد نیوترون‌هاش هست 143 تا. اما یورانیم 238 تعداد پروتون‌هاش همان 92 تا هست و بعد ایش 238 هست. به این معنی است که این تعداد نیوترون هایش 148 هست حتما دوستان عزیز. اگر از 8 کیلو کم 6 از 13 کیلو کم شود بله 146 تاست. به این معنی است که ایزوتوپ یورانیم 238 92 3 تا نیوترون از او یورانیم 235 92 بیشتر داره دوستان عزیز. و بعد از اینا میشه که از ایزوتوپ های یورانیم 235 92 در ساختن بمب اتم در ریاکتورهای هسته‌ای استفاده کرد. بعد چیزی مهمی که هست این است که این ایزوتوپ ها باید از همدیگر جدا بشن. یورانیم ها به شکل آزاد نیستن. به همین خاطر هستن که در ریاکتورهای هسته‌ای از یورانیم 235 92 برای تولید انرژی برقی استفاده میشه. در بمب‌های اتمی هم از یورانیم 235 92 استفاده میشه. و جالب اینجاست که مورد استفاده یورانیم 235 92 بسیار زیاد هست و مقداری فیصدیش در طبیعت بسیار بسیار ناچیز است. 0.7% یورانیم های موجود در طبیعت یورانیم 235 92 هست و 99.3% یورانیم های 238 92 هست. دوستای عزیز، بنابراین غنی سازی یورانیم یعنی جدا سازی یورانیم 235 92 فوق العاده تکنولوژی قوی در کار داره، سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته را در کار داره. دیگه اگر غنی سازی یورانیم در 5% برسه، یعنی از مقدار یورانیمی که غنی سازی کرده 5% اگر یورانیم 235 92 در شامل باشد، در واقع به عنوان مواد سوخت در ریاکتورهای هسته‌ای استفاده میشه. اگر غنی سازی یورانیم طوری باشد که مقدار موجودیت یورانیم 235 به حد 90% در کل یورانیم غنی سازی شده موجود باشه، اون جایی که از اون یورانیم در ساختن بمب اتمی استفاده میشه. بمب اتمی بمب خطرناکی است. بعد از انفجارش تقریبا 1,000,000 درجه سانتیگراد حرارت تولید میشه. در همون مرکز انفجار تقریبا چیزی جامد باقی نمیمونه، هر چی هست به بخار تبدیل میکنه. فوق العاده خطرناک است. یک اسلحه کشتار جمعی است دوستان عزیز.